اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 ساله که دارن این کارا رو میکنن. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن گوشه و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیارن. امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدن. اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود داره، لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن مردم امروز متحدن. این اتحاد به ضرر اونهاست. این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونهاست. این رو میخوان از بین ببرن. مراقب این باشید. اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنن، اونایی که مینویسن، اونایی که تحقیق میکنن، اونایی که توییت میزنن، بفهمن چه کار میکنن.